داستان خسرو و شیرین واقعیت داره یا افسانه است؟ شیرین یه شاهزاده ثروتمند بوده یا یه رعیت معمولی؟ نقش فرهاد تو این قصه چیه؟ من مرضیه جاهد و هومن نشته‌ای فرسنگ‌ها سفر می‌کنیم و دنبال قصه ها می‌گردیم. قصه‌هایی از تاریخ ایران و جهان، قصه‌هایی از دل مردم معمولی، افسانه‌ها و هر قصه‌ای که ارزش شنیدن داشته باشه. 5 ساعت رم داریم و 56% شارژ. دقیقاً خیلی چقدر از این پرنده ها زیاده اینجا؟ از اینا؟ نه اونایی که دم بلند دارن، نگاه کن سفیده رو. کو؟ توپلیه. کو کجا؟ اونا رو داره. این فرهاد دراش. خیلی آفتاب زیاد ولی سرد. عینکمو حال ندارم در بیارم. این طرف آفتابه. خب این سمت کامل آفتاب گرفته. اینور رو بگیر. ببین اینور روی خونه همه آفتابه، این طرف همه سایه است. خب سمت چپ. خب اینطوری بوده که کلا این سمت معماری توی زمستون که سرده میرفتن این طرف که آفتاب میگیره، توی تابستون میرفتن این طرف که آفتاب کمتری بهشون بخوره. خسته نباشید. یک مدلی از زمینداری بوده در اون زمان به نام تیولداری که اینطوری بوده که مثلا یه سری زمین داشته دولت ولی چیز نداشته، مثلا نیروی کافی یا سرمایه کافی یا توان کافی اصلا برای کار کردن اون زمین رو نداشته. مردم هم پول نداشتن این زمین رو بخرن. میومده چیکار میکرده؟ مثلا به یه سری آدمای نظامی، خب نمیدونم، به یه سری آدما به جای مثلا حقوق، به جای دستمزد، مثلا به جای یه سری مثلا در ازای یه کاری که اون آدم واسهشون کرده دولت مثلا می‌خواسته یه حالی بهشون بده، دولت می‌خواسته بهشون یه حالی بده، این زمینا رو اجاره مادام العمر میداده به اینا. یعنی در واقع زمین رو میداده به اونا، یعنی فروخته بوده به مردم. فقط اینطوری بوده که دولت هر وقت دلش خواست میتونه زمین رو پس بگیره. به این میگفتن تیولداری. در حدی بوده که اینا مثلا به ارث میذاشتن، با اینکه مال دولت بوده یا رو عملا اجاره بوده، ولی میذاشه مثلا به نام بچه‌ش. میگفت آقا من مردم واسه بچه‌مه. زاغه در لغت به محله‌های فقیرنشین و بدون مجوز در حاشیه شهرها گفته میشود، ولی ربطی به این نداره. نه اینجا خوش توضیح شده دیگه. داره میگه زاغه ها در واقع برای تامین امنیت و محل نگهداری و انبار مهمات جنگی. زاغه مهمات. این فضا. فضای پایین همونطور که مشاهده میکنید. ببینم مشاهده میکنید. پشم‌هایم ریخت. مرزی. راه شاهی هست. خب. راه شاهی این راهه که مثلا از اون و اون سر ایران شروع شده میاد میرسه اونور. این چیزی که ما الان داشتیم روش قدم میزدیم بخشی از این راه بود که از اون زمان تا امروز مونده. اینم سراب بیستون که شاید فکر کنید سراب هرچی بری بهش نمیرسی، در صورتی که این سراب نیست، سرآبه، یعنی سر آبه. خیلی خوشگله. آخه یه راه مارپیچی هم داره میره. من دیدی؟ چی؟ یه راه مارپیچی میره. تو دیگه به یک بازه زمانی می‌خواستی برگردی هخامنشی؟ نه. اگه یک حق انتخاب اون اولویت دوم بود. خب اولویت اولم تاریخ معاصر ایران. مثلا بعد از 1300 مثلا می اومدم. ببین 1300 و مثلا 10 خیلی سال خوبیه. چرا؟ چون شما به دنیا میای. تو مثلا تو 10 سالگی جنگ جهانی شده، تو بچگی خیلی جنگو مثلا نمیفهمی و اینا. توی کودتای 28 مرداد شما چند سالته؟ 20 21 2 سالته. اون موقع داری کارهای سیاسی هم میکنی، خیلی زندگی جالب و اینا. بعد از پدر بزرگ مادر بزرگات اینطوری که تو میتونی بپرسی جنگ جهانی چه خبر، جنگ جهانی ها چه خبر، قحطی ها چه خبر، قاجار چه خبر.
خب مثلا اینا رو میتونی بپرسی. الان مثلا تو باید بپرسی آقا مثلا دهه 70 مثلا خاتمی چیکار کرد، اون به درد من نمیخوره. بعد میای جلو نمیدونم فلان اتفاقای مهم، حزب بازیای مختلف، احتمالاً هم حزب جبهه ملی بود، انقلاب میشه، فلان میشه، مثلا خیلی جذاب. بعد میری جنگ به کشورت خدمت میکنی، بعد جنگ برمیگردی در آرامش دهه 70 زندگی تو سپری میکنی و میمیری قبل از اینکه احمدی نژاد بیاد. داستان از اونجایی شروع میشه که خسرو پرویز تعریف یک شاهزاده ارمنستانی رو از نقاش دربارشون شاپور میشنن و یک دل نه صد دل عاشق اون میشه، عاشق شیرین و اسب سیاهش شبدیز. به خاطر همین شاپور رو میفرسته به ارمنستان تا خبر این عشق و دلدادگی که خسرو پرویز به شیرین داره رو بهش برسونه. شاپور هم میره به ارمنستان و تصویری که از خسرو پرویز کشیده بوده رو سر راه شیرین قرار میده. شیرین هم بعد از اینکه دقیقاً تصویر خسرو پرویز رو میبینه یک دل نه صد دل عاشق خسرو پرویز میشه. شاپور اینجاست که خودش رو به شکل یک مغ در میاره. مغ‌ها روحانیان زرتشتی بودن که از دوران ماد تا اواخر ساسانیان بین جوامع حضور داشتن. خودش رو به شکل یک مغ در میاره و میره پیش شیرین و از دلدادگی که خسرو پرویز نسبت بهش داره در واقع مطلعش میکنه و انگشتری از خسرو پرویز بهش میده و بهش میگه که همین فردا به قصد شکار از خونه بیرون بیا، ولی برو به سمت تیسفون که اونجا خسرو پرویز منتظر تو هستش. تیسفون بیشتر از 600 سال پایتخت ایران باستان بوده و در حال حاضر اگه بخوایم رو نقشه پیداش بکنید کشور عراق میتونید پیداش بکنید با اسم مدائن. حالا چرا بهش میگفتن مدائن بعدها عرب مسلمان؟ به این خاطر که چندین شهر رو فکر میکنم اگه اشتباه نکنم 7 شهر رو داخل خودش جا میداده این شهر و به خاطر همین بهش میگفتن مدائن به معنی شهرها. تیسفون دقیقاً محل حکومت پدر خسرو پرویز هرمز بوده و اون موقع در خودش یک شاهزاده بوده. فردا شیرین بلند میشه به کنیزاش میگه که به قصد شکار میخواد بره بیرون، ولی بدون خبر کنیزاش سوار شبدیز میشه و به سمت تیسفون حرکت میکنه. یک شب توی یک رودخونه وای میسته بعد از مدت ها، چون فاصله هم خب خیلی زیاد بوده، بعد از مدت ها اونجا وای میسه که یک آبتنی بکنه بدنش رو بشوره. همین طرف خسرو داشته توی تیسفون یک سری سکه ضرب میکرده ولی به اسم خودش که پدرش از این موضوع خبر نداشته و بعد از اینکه مطلع میشه عصبانی میشه و به خاطر همین خسرو پرویز از دست پدرش مجبور میشه که فرار بکنه و از تیسفون بره بیرون و دقیقاً توی همون رودخونه وای میسه که کمی استراحت بکنه که دقیقاً توی همون زمان شیرین هم اونجا بوده. شبدیز رو به یک درخت میبنده، لباساش رو در میاره و میره داخل رودخونه که آبتنی بکنه و همون موقع خسرو داشت از پشت درخت‌ها شیرین رو نگاه میکرده. شیرین هم دقیقاً بعد از اینکه از آب میاد بیرون خسرو رو میبینه. هر جفتشون توی نگاه اول از هم دیگه خوششون میاد، اما شیرین فوراً سوار اسبش میشه و اونجا رو ترک میکنه چون به خاطر خسرو بوده که در واقع میخواسته که به تیسفون بره و نمیدونسته که اون فرد خسرو هستش. این چشمه‌ای که خسرو شیرین رو برای اولین بار سر راه هم دیگه قرار میده احتمالاً همون تاق‌بستان هستش. آخه این مرغابی داره، مرغابی قوه، نمیدونم خوردکه، یخ نزدن اونجا بده. شیرین بعد از اینکه به تیسفون میرسه متوجه میشه که خسرو پرویز از اونجا فرار کرد و به شدت ناراحت میشه. ازشون میخواد که یه جایی رو اونجا براش درست بکنن که بتونه منتظر خسرو پرویز بمونه. از این طرف خسرو هم که به سمت ارمنستان میرفته با شاپور مواجه میشه و خبر رفتن شیرین رو از طرف شاپور مطلع میشه. خسرو میره پیش مهین بانو که اون موقع حاکم ارمنستان و عمه شیرین بوده و بهش میگه که شیرین در واقع توی تیسفون هستش و نگرانش نباشید، حالش خوبه. مهین بانو بعد از اینکه مطلع میشه که شیرین حالش خوبه یکم آروم میگیره و یک اسبی به اسم گلگون که در واقع همتاز و به خوبی شبدیز اسب خود شیرین بوده رو میده به شاپور تا بره تیسفون و شیرین رو با خودش برگردونه. ولی توی همین مواقع است، یعنی در واقع یک کمی بعدتر از اینکه شاپور ارمنستان رو ترک میکنه، خبر مرگ هرمز پدر خسرو به خسرو میرسه. خسرو بیتاب میشه و میره به سمت تیسفون که ببینه ماجرا از چه قراره. از 1 تا 10 چند تا سرده؟ 6 7 تا. البته بستگی داره، تو این مقیاس سرمایه کانادا هم محسوب میشه؟ سرمایه‌ای که تا الان احساس و تجربهشو داشتی؟ تا جایی که احساس و تجربهشو داشتم واقعا همون 6 7. یعنی اگه بخوایم کانادا و قطب بریم تو داستان میشه واقعا این 4 هم محسوب نشه. خیلی خوبه. حالانه. دوستم نمیدونم مثلا. نه بگی. اصلیه این بود فکر کنم. این اونی بود که من دیده بودم از قبل. حالا نمیدونم.
آخش و داغ واقعا اینجوری که مرتبش کردی اینو مرتب بیاری روی سره خوشت ما کن با این قسمتی که اضافه میاد از پشت گرش میزنی اینجوری اصلا داره؟ چون حتی ننوشته رو مغازش. چرا نوشته؟ دیدم من عباسعلی نوشته بود؟ عباسعلی نوشته بود سلام بارون. سلام خسته نباشید. سلامت باشید. دستتون درد نکنه. اینو روش کشک نمیزنن؟ نه کشک فقط آشنا داشته. آها کشک همینه. اون نمک آب لیمو اونم فلفل. شیرین میرسه به ارمنستان و باز میبینه که خسرو پرویز اونجا نیست. از اون طرف خسرو پرویز میره و میبینه که بهرام چوبین به تاج و تخت پدرش حمله کرده و اونجا رو تصرف کرده. به خاطر همین چون که جونش در خطر بوده حرکت میکنه و میاد به سمت ارمنستان. خسرو پرویز در راه ارمنستان بوده که توی یک شکارگاه شیرین رو به صورت اتفاقی میبینه. اسم و نشون همدیگه رو میپرسن و متوجه میشن که هر دو دنبال همدیگه بودن. بعد از اینکه خسرو و شیرین به همدیگه میرسن، مهین بانو عمه شیرین بهش سفارش میکنه که هزاران خوبرو دور بر خسرو پرویز هست، مبادا که تو گوهر خودت رو به سادگی به دست خسرو پرویز بدی، چرا که ممکنه بعد از اون تو رو رها بکنه و بذاره او بره. شیرین هم به عمش قول میده که از خودش حفاظت بکنه و تا قبل از ازدواج نذاره که این اتفاق بیفته. هر شب جشن و بزم بوده و خسرو با سرخوشی به دنبال شیرین و از طرف شیرین سرکشی. پاوه. آره. هوا چطور سرد نیست؟ چرا خیلی سرده. مراقب باش. جاده چجوریه؟ جاده خوبه، الان خلوت خبری نیست، ولی حالا غروب زده برف. برزی دست اندازه این یا حضرت یا ابوالفضل بای ترسیدم. روستای کویک حسن در من رو نقشه نگاه میکنم، کویک مجید در همین نزدیکیه. اسم کوچیکه یعنی؟ نه اسم این نمیدونم، واقعا نمیدونم. نه احتمالاً ممکنه توی زبان کردی معنای خاصی خب سرچ کن معنای، چون میدونی که داستان همین ماشین کویک چیه؟ این انجمن ادبیات چیه؟ فارسی و اینا میان کلمات جایگزین میذارن، درازآویز و نمیدونم اینا. این یه روز اومده بود گفته بود که آقا از این به بعد هر ماشین ایرانی که تولید میشه باید اسمش ایرانی باشه. حتی پشت ماشین هم دیگه شما اگه میخواین اسم ماشین رو بزنی فارسی باید بنویسید. مثل اطلس. حالا مثل همشون. کویک انگلیسی بود. یهو اینا اومدن گفتن آقا کویک چرا اینطوریه؟ کویک قرار نبود انگلیسی بذارین و اینا باید فارسی باشه. که یهو سایپا اومد گفت نه دیگه ببین بلد نیستی، یه روستای ما تو ایران داریم اسمش کویکه. ما اینو بر اساس اون روستای گذاشتیم. این روستا از ادغام روستای کویک محمود، کویک حسن و کویک عزیزی و کویک مجید تشکیل شده و به کویک تغییر داده شده. آها ترکیب کویک حسن و اینا شده کویک. آره شده کویک خالی. و خود کویک خب یعنی چی؟ فعلا هنوز نفهمیدم. کویک هم اومدیم. آره روستای کویک. با کویک اومدیم کویک. روستای تپه کویک. آها خب ببین یه چیزی پیدا کردم. داره میگه که طایفه کویک هم نوشته شده. طایفه ای از ایلهای کرد ایرانی که تقریبا 150 خانوار است و در ژاورود مسکن دارند. آقا واصله ای نذاشته واقعا تقصیر من در ژاورود مسکن دارن. جغرافیای سیاسی کیهان صفحه 62. آره چرا به دو طرف فلش زده قارو گوری قله رو هم زده اون برم زده این بر اون سمت هم فلش زده بود. اون سمت مال روستاش. خود روستای قوری قله. حالا دیگه به خاطر اینم اسمشو گذاشتن غاره. آها دستتون در نکنم. تشکر. خب پارکینگ دوم پارک کن. فکر کنم یا گفت اول نمیدونم. چرا هیچ فلش فراهمایی نداره؟ فقط ماییم. نه یه دونه اونجا یه خانم آقا دیدم بچه‌ش. خب فکر کنم اینو باید پیاده بریم بالا دیگه. یحتمل الوقوع درست میگم؟ چون هم اینا رو باید پله بریم بالا. سلام قرم. خسته نباش.
بفهم. چقدر گرمه. جدی؟ خیلی ممنون. قربان معذرت میخوام این رستوران‌های پایین باز نیستن هیچ‌کدوم؟ سه تا بازن. کدوما؟ ورودی پارکینگ. آها بیرون. نگاه کن شما کجا پول پارکینگ رو آها، داری؟ خب. پارکینگ بله، ماشین بله. اومدی همون از اون در که اومدی دست راستتو نگاه کن بله. داره دوتایی دست چپ هم داره. شیرین به خسرو میگه که صبر کن و یک عهدی باهاش میبنده. بهش میگه که باید بری به تیسفون و بهرام چوبین رو شکست بدی و بعد برگردی و با هم ازدواج بکنی. خسرو پرویز به سمت روم میره و با پادشاه روم ملاقات میکنه و یک سپاهی از اون میگیره که به جنگ بهرام چوبین بره. پادشاه روم دخترش مریم رو به همسری خسرو پرویز در میاره و یک سپاه خیلی بزرگی بهش میده تا به جنگ با بهرام چوبین بره و حکومت رو ازش پس بگیره که همینطور هم میشه. ولی بعد از اینکه حکومت رو پس میگیرن مریم جلوی ازدواج خسرو و شیرین رو میگیره و نمیذاره که این دو با هم ازدواج بکنن. ولی یه چیزی رو دقت کردی توی کرمانشاه که بودیم کسایی که لباس کردی تنشون باشه خیلی نمیدیدیم. از اونجا اومدیم بیرون بیشتر شد. همه شلوار کردی پاشونه دیدیم. ولی من سنندج قبلا رفته بودم آدما خیلی میپوشیدن لباس کردی. کرمانشاه خیلی کمه. یعنی کم دیدیم. در همین موقع هاست که مهین بانو عمه شیرین هم فوت میکنه و تاج و تخت به شیرین میرسه و شیرین میشه حکمفرمای ارمنستان. شیرین یه گله گوسفند داشته که چراگاهشون کوههای بیستون داخل کرمانشاه کنونی بوده. این گله میرفته اونجا چرا میکرده و گله دارا شیر اون گوسفندا رو میگرفتن و برای شیرین میبردن. ولی تنها مشکل این بوده که خیلی این مسافت دور بوده و نمیتونستن هم گله رو به سمت در واقع نزدیک به قصر شیرین ببرن. به خاطر اینکه گیاهای وحشی که اون دور و بر بوده سمی بوده و باعث میشده که شیر این گوسفندا سمی بشه. شاپور بعد از اینکه از این قضیه مطلع میشه یکی از دوستای خودش فرهاد رو به شیرین معرفی میکنه و اینجاست که فرهاد بعد از دیدن شیرین دلباخته اون میشه. فرهاد به شیرین کمک میکنه که یک مسیر یک جوبی رو از سنگ از کوه بیستون تا قصر خودش بسازه که در واقع مسیر رفت آمد این گله رو راحت‌تر بکنه براش. وقتی که خبر عشق فرهاد به شیرین به گوش خسرو پرویز میرسه تصمیم میگیره که یه جوری این فرهاد رو از سر راهش بذاره کنار. خسرو پرویز یه کمی روی این قضیه فکر میکنه و به این نتیجه میرسه که یه پیشنهاد دروغین به فرهاد بگه. فرهاد رو صدا میکنه که بیاد به کاخش و بهش میگه که من یک راه صعب العبوری دارم از کوه بیستون تا قصر خودم و میخوام که این مسیر رو برام هموار بکنی و از دل کوه برام یک راه درست بکنی و در ازاش من از عشق شیرین دست میکشم و تو میتونی به شیرین برسی. اسم طرح چی بود؟ گلبنی؟ گلبنی. نه فکر کنم با این سربند میگن گلبنی. به طرحش فقط شاید به طرحش هم گفت. چرا دیگه به طرحش گفت میگن گلبنی؟ اینجا منظرش قشنگه. کجا؟ این پشت؟ نه. این ور؟ باش. دستتون در نکنه. تشکر.
به چیه من میخندی؟ خیلی موهات باقل شده. نکنی ها این کار زشت رو نکنی ها. دستکشمو تازه بده. دستکشمو یه ذره بریم بابا بریم خونه مونه. وای دستم یخ کرد. آها بود ماشینو بزن ماشینو بزن. موها رو بده. حاج خانم یهو نگیم بر حاج خانم. ما نمیتونیم وایسیم. تقریبا نصف فرمونایی که من میدم کار من نیست، یعنی جاده با خودشو با ما همراه کرده. وای نگاه کن واقعا شبیه این چیزا شد. اخبار نشون میده شبکه 3 مثلا برف در کرمانشاه، پاوه، تمام ایران. آقا با این وضعیت راهپیمایی شرکت میکنی؟ بله. نمیره دیگه ماشین دیگه. فراید ما رو بله. ببین بمونیم گیر کردیم. بدیش اینه. آره فکر می‌کنم باید سریع بریم زنگ چرخ رو ببندیم. آره ولی آخه اینجا یه ذره جای بدیه. سلام. سلام آقا. دست شما درد نکنه. ما کردی بلد نیستیم. اونو انداختم این وری است. آره. من كده ملا جان فرمونه بچرخونم بسه. اوه این نزنه. میرسیم ما تا کرمانشاه؟ دم شما گرم آقا. مرسی. چی شد؟ بشین دمشون گرم. یارو دستاش سرخ شده بود از سرما. آره واقعا دمش گرم. من گفتم آره مثلا چیز میکنه. نه بچهای پاوه واقعا دمشون گرم. به همه داشتن کمک میکردن. خب دوستان دیگه پاوه نیا این زمستون ها. نتیجه اخلاقی ما تو این سفر فهمیدیم که زمان سفر به کرمانشاه زمستون نیست. برف ندیده بودیم. خدایی فوق‌العاده بود به نظرم. واقعا قشنگ میارزید به نظر من. به نظر اون نونه که اونجا خوردیم میارزید. نونه که خیلی خوشمزه. داریم هنوز. آره یکی دیگه داریم. وای ولی واقعا دمشون گرم. آره دمشون گرم واقعا. بچهای پاوه از همینجا تشکر ویژه به احمد میاریم.
فرهاد هم چون تب عشق شیرین رو داشته قبول میکنه که این کار پرمشقت رو انجام بده. بعد از اینکه این خبر به گوش شیرین میرسه، شیرین جامی از شیر رو برمی‌داره که برای فرهاد دم کوه بیستون ببره. به محض اینکه میرسه یکو اسبش به حالت مردن میفته، ولی فرهاد سریع میبینه و میدوه و شیرین رو نجات میده که از بالای اسب پایین نیفته و تو کل اون مسیر از کاخ بیستون تا قصر شیرین این اسب رو روی دوش خودش میبره. خب اسبش هم خیلی عزیز بوده دیگه، که گفتیم اسمش شبدیز بود، خیلی تندرو بود، خیلی چابک بود و خیلی عزیز کرده شیرین بود این اسب. خبر کاری که فرهاد برای شیرین کرده و اتفاقاتی که توی کوه بیستون افتاده به گوش خسرو پرویز میرسه. خسرو پرویز بعد از شنیدن این اتفاقاتی که تو کوه بیستون افتاده به شدت عصبانی میشه و تصمیم میگیره که یک خبر دروغین به فرهاد بده و بگه که شیرین مرده. فرهاد بعد از اینکه این خبر رو میشنوه به شدت اندوهگین میشه، انقدر دنبال در واقع گور شیرین میگرده که اونو پیدا بکنه که دقیقاً توی همین راه جون خودش رو از دست میده. شیرین بعد از اینکه خبر مرگ فرهاد رو میشنوه به شدت ناراحت میشه. دقیقاً همین موقع است که مریم زن خسرو پرویز بر اثر یک بیماری جون خودش رو از دست میده و خسرو پرویز بعد از 40 روز به شیرین نامه مینویسه و میگه که به قصر من بیا که اینجا با هم ازدواج بکنیم. ولی شیرین قبول نمیکنه. خسرو پرویز هم میخواسته که اینجا یک کمی شیرین رو اذیت بکنه و از حسادت زنانش استفاده بکنه. به خاطر همین با یک زن دیگه وارد معاشقه میشه، زنی به اسم شکر که توی اصفهان سکونت داشته. ولی خب این معاشقش هم به نتیجه‌ای نمیرسه و نمیتونه دل شیرین رو به دست بیاره. در نهایت میره دم قصر شیرین، سعی میکنه که با شیرین صحبت بکنه، اما شیرین خسرو پرویز رو به داخل قصرش راه نمیده و به خاطر رابطش با شکر هم به شدت سرزنشش میکنه و میگه که دیگه نمیخوام که تو رو ببینم. اما شیرین بعد از یه مدتی از این رفتار تندی که داشته مقدار پشیمون میشه. خسرو پرویز هم چون میدونسته که شیرین دلش میخواد که با یک سری تجملات و تشریفات ازدواج بکنه، یک سری مراسم و تدارکات میبینه، شیرین رو دعوت میکنه که بیاد به قصرش و اونجا با هم ازدواج بکنن. همین مزخرفی، یعنی بعد از این مدت پشیمون میشه. واقعا جالب. اما شیرین برای ازدواجشون یک قولی از خسرو پرویز میگیره و اونم این بوده که شب ازدواجشون خیلی شراب نخوره و مست نباشه. خسرو پرویز هم کم لطفی نمیکنه و تا میتونه شراب میخوره. شیرین هم برای تنبیه یک کنیز خیلی زشت و پیر داشته که اون آرایش میکنه و توی بستر پیش خسرو پرویز میفرسته. خسرو پرویز هم چون مست بوده خیلی متوجه نبوده که دور و برش داره چی میگذره. برای همبستری به این کنیز بنده خدا حمله میکنه. اینجا هست که حالا دیگه توی تقلا کردن این کنیز بدبخت، حالا پیرم بوده دیگه خیلی توان نداشته، شیرین از پشت پرده میپره بیرون و این کنیز بدبخت رو از زیر دست خسرو پرویز نجات میده. اما صبح روز بعد که خسرو پرویز چشمشو باز میکنه کنار شیرینه و این دو به وصال هم دیگه رسیدن. خسرو پرویز هم که دیگه به همه آرزوهاش رسیده بوده، حکومت ارمنستان رو میده به شاپور، نقاش دربارشون. به نظرم برو ولش می‌کنی. توی سواری هم خبری؟ خیلی حال میده توی سواری. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. Do 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 do. حال میده. برزی 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 جان کردی بلد نیستیم جان. چهار طرفه رو خطر فلش رو چهار فلش رو بزن میگه فلشه رو چش درده بسته است اگه میخوایی این طرفی بریم سمت کرمانشاه میخوایم بریم نمیشه؟ بسته است بازار نری یه موقع باشه چشم چشم. از کمربندی هم بری دنبالم بیا در ردت کنم ولی جاده کلا بسته است نرو. دست شما درد نکنه. ببین اصلا جلوی ماشین رو هل بده، از همینجا هل بده ماشین بیاد اون وقت. بریم. بیل چطوری چیزی؟ این یه برفشو بدیم اون بر میتونیم بریم بالا دیگه با پا.
بیا دستکش میپوشیدی. بیا به دستکش بزن. جلوش من هول میدم از این ور. بریم 3 2 1 بگو. در اومد اصلا از لاش. در اومد نیومد. حتی دندقه هم نمیره ماشین. آها بیا در اومد. برو حالا نمیتونی بری؟ آها باریکلا ماشاءالله. نمیخواد. بذار پشت بذار رو صندلی. ببین چقدر سر بود. ما از این یه تیکه نمیتونستیم بیایم بالا. اوه بخوری خسرو پرویز از زن قبلیش مریم یک پسری داشت به اسم شیرویه که به شیرین چشم بدی داشت و همین باعث اختلاف بین پدر و پسر شده بود و همین میشه که شیرویه قصد جون پدرش رو میکنه و هم پدرش و هم تمام برادرای خودش رو به قتل میرسونه. شیرویه بعد از اینکه پدر و برادرای خودش رو به قتل رسوند یک نامه‌ای به شیرین مینویسه و میگه که 1 هفته بعد بیا به قصر من و تو باید به همسری من در بیای. شیرین که در شوک مرگ همسر و پسراش هستش بعد از گرفتن این نامه عمیقاً ناراحت میشه، اما توی مراسم دفن خسرو که عده زیادی هم همراهشون بوده خسرو بسیار شاد نشون میده، انگار نه انگار که اتفاقی افتاده و وقتی که میان که خسرو پرویز رو به گور بسپرن از بقیه میخواد که یک مدتی رو با خسرو پرویز تنها باشه و از همه میخواد که بیرون بایستن. داخل گور میره، خسرو پرویز رو میبوسه و یه خنجر توی جگرگاه خودش فرو میکنه و اینطوری میشه که شیرین رو کنار خسرو همونجا به گور میسپرن. داستان خسرو و شیرین رو نظامی گنجوی تو سبک عاشقانه نوشتتش و فردوسی همین رو نوشته، ولی خب اون یه مقداری به جنبه‌های حماسی اجتماعی بیشتری اشاره کرده. تفاوتی که این دوتا داستان با هم دارن و من پیداش کردم این بود که توی داستان نظامی گنجوی شیرین یک مقام و یک جایگاه اجتماعی بالاتری داره به نسبت در واقع روایتی که فردوسی از شیرین داره. اونجا شیرین یک کنیزیه که یک موقعیت اجتماعی پایینی داره و در واقع از خسرو پرویز پایین‌تر هست جایگاهش باشه، در صورتی که توی داستانی که نظامی گنجوی روایت میکنه شاهزاده ارمنستانه و در واقع بعدتر هم که کل حکومت ارمنستان به شیرین میرسه. داستان خسرو و شیرین اینکه واقعیه یا نه واقعا معلوم نیست، ولی حالا به خاطر اینکه یک سری پادشاه ها و اینها داخلش هست خیلی‌ها باور دارن که این داستان یک داستان واقعیه. ما همین الان رسیدیم. دست شما درد.